یه سریال هست که هر کی دیده هنوز از فکرش در نیومده. اسمش وحشیه و اگه نبینیش مطمئن باش یه تجربه خاص از سینمای ایران رو از دست دادیم. اگه عاشق فیلم و سریال‌های خفن هستی کانال تاپ 10 موویز دقیقاً برای خودته. حتما سابسکرایب کن، لایک یادت نره، چون اینجا هر روز یه سریال جدید و خاص بهت معرفی میکنم که ارزش دیدن داره. بریم سراغ شماره 4 از لیست سریال هایی که باید ببینیم. وحشی، ساخته هومن سیدی با بازی درخشان جواد عزتی و نگار جواهریان، یه داستان واقعی از دل جامعه درباره مردی معمولی به اسم داوود اشرف که یه تصمیم اشتباه زندگیشو تبدیل به کابوس میکنه. بازی ها اونقدر طبیعی‌اند که حس میکنی داری زندگی آدم واقعی رو تماشا میکنی. فضای سنگین، نورپردازی سرد، لحظه هایی که قلبت رو میلرزونه. این سریال با روایت تلخش از آدمایی میگه که بین خشم و ناامیدی گیر کردن. وحشی فقط یه سریال نیست، یه واقعیت تلخه که تو قالب درام به تصویر کشیده شده و اگه دنبال یه داستان پرقدرت ایرانی میگردی که بعد از دیدنش فراموشش نکنی، این همون شماره 4 از لیست تاپ 10 موویزه که باید حتما ببینیش.